یه روز به سفر مونده و واسه شدشم بزن بریم. بهترین اختراع بشریت این چسباست. کاش بشه همه جا استفادهش میکرد. چسب و قلای چشمیات. No way. همونه؟ چی اینجوری شد؟ یه هفته کلا استفاده نکردم. اینه اشتباه شد. من اینکه نمیخوام خیلی بمونم خیلی نمیزنم، چون وقتی خیلی بزنی حتی با بدبخت اصلا هر کاری کنی دیگه کنده نمیشه و خیلی درد داره وقتی کنده نشه. سری قبلی که زده بودم و میخواستم ناخنامو بکنم باور نمیکنین دستام کردم تو تینر و الکل که بتونم چسبه رو شل کنم که فقط کنده شه. کنده نمیشد. به نظرتون اول دست چپمو بزنم look at this همش نچسبوندم و تا الان سفیدن. یه زنم این بالاهاشو سوهن زدم به خاطر اینکه وقتی این ناخونه رو میگیری کلش این کوه اورست تیزه و به هر جسم زندگی که دست بزنی قراره اون بدبخت رو سوراخ کنه. بنابراین من یه ذره سوهانش زدم، یه کوچولو شکلش رو به هم زدم، ولی داشتم قرار نیست بهش توجه بشم. جا داره بازی یه ذره هم چیزش کنم نرمه ترشون کنم، ولی نمیشه. میخوام این لاکه رو بزنم، تصمیم گرفتم اینو بزنم به پام، ولی نظرم نو. من کلا این مشکلی که با لاکای صورتی دارم اینه که انگشتم و پوستم رو خیلی تیره میکنن. امیدوارم یکی به قشنگیش بیارزد. اول ببینین این چیز افتضاح زدم، ولی خب نمیدونم دوست دارم نگهش دارم. به نظرم خیلی زیادی دیگه نودو مینیمالم. میخوام این یکی رو روی یه انگشت دیگه هم امتحان کنم. نکن این اون یاسی است، این اون صورتی است. به نظرم یاسیه با اینکه کمرنگ تره ولی خیلی زنده تر و باحال تره، بنابراین میریم برای یاسی. خب من لاک ناخونمو زدم. خیلی هم ریختم از دوروبرش چیز کردم، دوروبرش رو حسابی لاکی کردم. افتضاح لاک زدم ولی ایتس اوکی. به مرور زمان خودش خوب میشه، یعنی اصلا دیگه بهش توجه هم نخواهی کرد. بریم سراغ بقیه کارا. مسافرت فقط خوشگلی نیست. برو